عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما همراهان گرامی. در این ویدیو به زندگی نامه یکی از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دوران پهلوی اول و دوم یعنی محمدعلی فروغی پرداختیم و امیدواریم که مورد پسندتون قرار بگیره. برای حمایت بیشتر از ما لطفاً سابسکرایب کنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. محمدعلی فروغی در سال 1256 هجری خورشیدی در تهران متولد شد و گفته میشه که نیاکانش بازرگان بودن. برخی اجداد فروغی رو از یهودیان عرب مقیم بغداد میدونن که به اصفهان کوچ کردن و مسلمان شدن. پدرش محمدحسین فروغی به عنوان مدیر دارالترجمه و مترجم زبانهای عربی و فرانسه به وزارت انطباعات و دارالترجمه اعتمادالسلطنه وارد و بعدها رئیس دارالترجمه، رئیس وزارت انطباعات و مترجم شاه شد. پدر فروغی در زمانه ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه از سر دوستی و همفکری با میرزا ملکم خان مدتی تحت تعقیب بود، اما در دوران مظفرالدین شاه با انتشار روزنامه تربیت امکان بیشتری برای نشر افکار و آراء تربیتی و ترویج افکار متجددانه خود پیدا کرد. فروغی تحصیلات خودش را از 5 سالگی آغاز کرد و ادبیات فارسی و عربی رو نزد پدر خودش و آموزگاری به نام مولانا فرا گرفت. در سال 1268 وارد دارالفنون شد و چون زبانهای خارجی به ویژه فرانسه رو خوب میدونست، به عنوان خلیفه مطالب رو برای همشاگردی‌های خودش توضیح میداد. فروغی در آغاز در دارالفنون پزشکی و داروسازی آموخت، ولی با دیدن ضعف کادر علمی یا کمبود امکانات پزشکی و ناهمگونی این رشته به سمت فلسفه، ادبیات و تاریخ روی آورد. فروغی در اواخر دوران قاجار زندگی میکرد و همونطور که میدونید در این دوران استبداد، ظلم، فقر و بیماری، شکست و وابستگی به بیگانگان تمام ارکان کشور رو فرا گرفته بود. نظام سیاسی چیزی شبیه دولت‌های سنتی و فاقد شاخص‌های دولت به معنای مدرن بود. قانون اساسی مشخصی که بتونه بر کشور حکمرانی کنه وجود نداشت و شاه خودش رو منشأ قانون بشری میدونست. در این دوران اولا اصلاحات صورت نمیگرفت و اگر هم اصلاحاتی شکل میگرفت چون معمولا با منافع افراد بانفوذ و درباریان در تعارض بود چندان پایدار نمیموند. این وضعیت بحرانی سبب شد تا فروغی شکل جدیدی از سازماندهی امر سیاسی رو معرفی کنه که مبین دولت به شکل واقعی باشه. فروغی خواستار مشروط شدن حکومت، استقلال از قدرت‌های بیگانه، پارلمان قوی، سلطنت ملی و رسمیت شناختن حقوق شهروندی، سیستم آموزش نوین و اصلاحات ادارات بود. فروغی با توجه به آگاهی عمیقی که حاصل فعالیت در حوزه‌های مختلف بود، دریافته بود که مشکل جامعه ایران نه تنها در ساختار مدیریتی کشور، بلکه به طور منحصر به فرد به مردم ایران و نبود اونا برمیگرده. فروغی در میان اشکال مختلف دولت مدرن شکل مشروطه سلطنتی رو برای استقرار در سازمان سیاسی ایران مناسب میدید و دلیلش هم این بود که دولت مشروط با سازوکارها و ساختاراش میتونست گزاره‌هایی در جهت رفع مشکلات مدیریتی کشور باشه و از طرف دیگه متناسب با میراث فرهنگی ایران یعنی نهاد شاهنشاهی. فروغی از معدود دانشیارانی بود که در سن 17 سالگی در دارالفنون به استادی فلسفه و تاریخ رسید و چون پدرش در وزارت انطباعات کار میکرد اونم وارد این وزارتخونه شد و از آبان 1273 به طور رسمی کارمند دولت شد. در سال 1275 پدرش روزنامه تربیت رو دایر کرد و فروغی سردبیر، مترجم و نویسنده مقالات شد. از نوشته‌های فروغی در روزنامه‌های تربیت اینطور میشه استنباط کرد که از همون آغاز جوونیش فردی لیبرال منش، واقع‌بین و عملگرا بوده. در سال 1278 بعد از بنیانگذاری مدرسه علوم سیاسی توسط مشیرالدوله، فروغی به عنوان معلم در این مدرسه مشغول به کار شد و کتاب‌های ثروت ملل و تاریخ ملل مشرق رو در طی این دوره تألیف کرد. از صدور فرمان مشروطیت، فروغی در انتخابات دوره دوم مجلس شورای ملی نامزد شد و به عنوان نماینده تهران وارد مجلس شد و چند باری به عنوان معاونت هیئت رئیسه مجلس نیز انتخاب شد. زمانی که پدرش محمدحسین فروغی ذوالملک اول در سال 1286 از بین رفت، با دستور محمدعلی شاه لقب ذوالملک به محمدعلی رسید. فروغی در سال 1290 در کابینه سمسام‌السلطنه بختیاری ابتدا وزیر مالیه و بعد وزیر عدلیه شد. در کابینه بعدی که به ریاست مشیرالدوله تشکیل شد، همچنان در مقام وزیر عدلیه موند و در دوره دوم مجلس وکیل شد، اما چون به ریاست دیوان عالی کشور منصوب شده بود، در مجلس حضور پیدا نکرد. در سال 1301 ذوالملک در کابینه مصطفی وزیر امور خارجه شد و در جدال مصطفی و مدرس نقش اساسی ایفا کرد. از سال 1302 تا 9 آبان 1304 در 4 کابینه سردار سپه 2 بار وزیر خارجه و 2 بار وزیر مالیه شد. نهایتاً در 9 آبان 1304 مجلس پنجم طرح انقراض قاجاریه رو به تصویب رسوند و حکومت موقت رو به رضا پهلوی سپرد.
تا مجلس مؤسسان به اصلاح اصول قانون اساسی بپردازد. با روی کار آمدن رضاخان، فروغی به عنوان اولین نخست وزیر حکومت پهلوی معرفی شد. فروغی نزدیک به 6 ماه رئیس دولت بود که تاجگذاری رضاشاه، انتخابات دوره ششم مجلس، قانون نظام اجباری، الغاء القاب و قانون سب در دوران نخست وزیری اون به سرانجام رسید. اما بعد از دخالت‌های تیمورتاش وزیر دربار، فروغی مجبور به استعفا شد. رضاشاه مشروط بر اینکه فروغی در کابینه سمتی داشته باشه با استعفای اون موافقت کرد. بعد از مذاکرات لازم قرار شد که فروغی در کابینه بعدی وزیر جنگ بشه، اما کارهای وزارتخونه رو خود شخص شاه انجام بده. مدتی بعد فروغی برای ترتیب تحصیلات 2 فرزند خودش یعنی جواد و محسن راهی پاریس شد و حدود 6 ماه در اونجا موند. مقصد بعدی فروغی سفارت ایران در ترکیه بود که 2 سال به طول انجامید و در این مدت فروغی موفق شده بود که رابطه خوبی با شخص آتاتورک برقرار کنه. سال 1308 شمسی فروغی با سمت ریاست هیئت نمایندگی ایران در جامعه ملل به ژنو رفت و به ریاست جامعه ملل انتخاب شد. جامعه ملل در دوران ریاست فروغی قدم‌هایی برای رفاه مردم دنیا و صلح کشورها برداشت که یقیناً فروغی نیز سهم بسزایی در این امر مهم دارد. بر پایه کتاب فراموشخانه و فراماسونری در ایران نوشته اسماعیل رائین، پدر فروغی از متأثران میرزا ملکم خان از پیشکسوتان ترویج فرهنگ غرب و فراماسونری در ایران بود. بر پایه گفته رائین، فروغی در 1286 شمسی در سن 30 سالگی از بنیانگذاران لوژ بیداری ایران بود و به مقام استاد اعظم با عنوان خاص چراغدار نائل شد. فروغی در سال 1309 در کابینه هدایت به وزارت تازه تأسیس اقتصاد منصوب شد و بعد از 2 ماه وزارت امور خارجه هم ضمیمه کار اون شد. اما بعد از چند ماه وزارت اقتصاد منحل شد و فروغی تا سال 1312 در پست وزارت خارجه مستقر بود. بعد از اینکه مهدی قلی هدایت کناره گرفت، فروغی مجددا به نخست وزیری منصوب شد و در این دوران وقایع فرهنگی بزرگی اتفاق افتاد. از جمله این وقایع تأسیس دانشگاه تهران، برپایی جشن هزاره فردوسی در طوس و بنیان فرهنگستان ایران بود. در دوران نخست وزیری فروغی بود که برای اولین بار رضاشاه از کشور خارج شد و چند روزی مهمان کمال آتاتورک شد تا از نزدیک با پیشرفت‌های ترکیه آشنا بشه. بعد از برگشتن رضاشاه از این سفر، ماجرای کشف حجاب به راه افتاد و حادثه مسجد گوهرشاد به وقوع پیوست. محمد ولی اسدی، مسئول وقت آستان قدس رضوی، پدر داماد فروغی بود که مورد غضب رضاشاه قرار گرفته بود و محکوم به اعدام شده بود. اسدی برای نجات از اعدام نامه‌ای به فروغی می‌نویسه و از اون می‌خواد که بین اون و رضاشاه میانجیگری کنه. فروغی در پاسخ نامه اون یک بید از شعر مولانا ارسال میکنه با این مضمون که رضاشاه شیری خونخواره و راه و چاره‌ای برای نجات از دست این شیر وجود نداره. بعد از اعدام اسدی، این نامه توسط رئیس نظمیه تهران برای رضاشاه ارسال میشه و باعث واکنش تند رضاشاه نسبت به فروغی میشه، طوری که رضاشاه فروغی رو زن ریشدار خطاب میکنه و اون رو از نخست وزیری برکنار میکنه. به این ترتیب فروغی حدود 6 سال خونه نشین شد تا پربار در این دوران زندگی خودش رو تجربه کنه، چرا که در این دوران تمام وقت خودش رو صرف کارهای ادبی و فلسفی کرد و آثار ارزشمندی رو به یادگار گذاشت. کتاب اندیشه‌های دور و دراز، حقوق اساسی یا آداب مشروطیت، پیام به فرهنگستان حکمت سقراط و آیین سخنوری از جمله این آثاره. فروغی تا شهریور 1320 در انزوا به سر می‌برد تا اینکه بعد 5 شهریور 1320 رضاشاه از سلطنت کناره گرفت و تاج و تخت را به پسرش محمد رضاشاه واگذار کرد. فروغی همون روز به مجلس رفت و استعفانامه رضاشاه رو برای نمایندگان خوند و گفت که شاه جدید اون رو مأمور و مفتخر کرده که به ریاست دولت ادامه بده و به اطلاع عموم مجلس شورای ملی برسونه که اون تصمیم قطعی داره که قانون اساسی رو کاملا رعایت کنه. مهمترین مشکلی که فروغی در این زمان با آن روبرو بود، گرانی کالاها و افت ارزش پول ملی به سبب شرایط جنگی، اختلال در واردات، کمبود نان و خاروبار به سبب وجود نیروهای بیگانه در کشور و احتکار بود. مهمترین اقدام فروغی بستن پیمان اتحادیه با شوروی و انگلستان در 24 آذر 1320 میان علی سهیلی وزیر خارجه او بود. فروغی در میان جنجال‌ها و اعتراض‌هایی که به این اهدامه در مجلس شد،
تونست اون رو در 6 بهمن 1320 به تصویب نمایندگان برسونه. اون در نطق خودش در دفاع از عهدنامه اشغال ایران در سال 1320 رو نتیجه اشتباهات دولت پیشینی میدونست. زیر بار مشکلات بیشتر وزیران فروغی کابینه رو ترک کردند و با اینکه در 11 اسفند کابینه جدید اون به مجلس معرفی شد و رأی اعتماد هم گرفت، اما 1 ساعت بعد اعلام استعفا کرد و دیگر حاضر نشد مسئولیت دولت رو بپذیره. فروغی بعد از نخست وزیری به وزارت دربار منصوب شد و پس از چندی قرار شد با سمت سفیر کبیر به آمریکا عزیمت کنه. فروغی قبل از حرکت به سبب بیماری تقاضا کرد که در این مأموریت فرزندش محمود که در وزارتخانه امور خارجه کار میکرد اون رو همراهی کنه، اما این درخواست مدتی در هیئت دولت موند و سرانجام با اون موافقت نشد. فروغی به شدت متأثر شد و بیماری شدت گرفت تا اینکه در روز 5 آذر 1321 در سن 67 سالگی بر اثر سکته قلبی درگذشت.